اولین مورد که باعث میشه تصمیم تایم زودتر خراب بشه مدل رانندگی شماست. اگر شما زیاد معکوس میکشید و عادت دارید توی اتوبان اسپورت رانندگی کنید و دنده معکوس زیاد بدید و دور موتور رو زیاد بالا ببرید، احتمال لب پریدن یا کنده شدن دنده های تصمیم تایم زیاد میشه. علت مهم بعدی که باعث میشه تصمیم تایم ماشینتون خراب بشه اینه که دنده مرده با ماشینت برونی. دنده مرده یعنی چه؟ یعنی سرعت ماشین نسبت به دنده‌ای که هست زیادی پایینه. مثل اینه که شما با سرعت 20 کیلومتر توی دنده 3 رانندگی کنید. علت سوم که خیلی اهمیت داره و باعث خراب شدن تصمیم تایم میشه نشت روغن توی مجموعه موتوره. اگر ماشینتون نشتی روغن داشته باشه باعث میشه که دنده های تصمیم تایمتون کنده بشه یا خود تصمیم کش بیاد.